اصول فن بیان در ارتباط با مشتری. سلام دوستان، امیدوارم که حالتون مثل همیشه عالی باشه. من کمال علوی هستم و در این قسمت از ویدیو میخوایم در مورد اصول فن بیان در ارتباط با مشتری صحبت کنیم. دیگه فکر کنم از اهمیت این موضوع شما هم خبر داشته باشید که چقدر میتونه نحوه صحبت کردن شما با مشتری مهم باشه و میتونه توی فروش مجموعتون تأثیر بذاره. پس در ادامه ویدیو همراه من باش تا با این نکاتی که بهت میگم بتونی توی کسب و کارت ازش استفاده بکنی و برای خودت مشتری جذب کنی. اولین نکته اینه که وقتی شما داری با مشتری صحبت میکنی از کلمات مثبت به کار ببری. وقتی مشتری از شما سوال میپرسه و شما با استفاده از کلمات مثبت بهش جواب میدید، یه حس اعتماد در مشتری به وجود میاد و میتونه راحت‌تر ازتون در مورد محصولات شما بپرسه و شما هم در چارچوب سوالاتش میتونید بهش کمک کنید. این رو در نظر داشته باشید که اصلا از کلماتی مثل نداریم و نمیشه و نمیتونم کلا نه استفاده نکنید. این جملات بار منفی خیلی سنگینی داره و پرستیژ کاری شما رو پایین میاره. مثلا به جای این کلمات منفی میتونید از کلماتی مثل به زودی موجود میشه و یا داخل دفترچم یادداشت میکنم تا در صورت امکان بتونم براتون تهیه‌اش کنم. از اینا میتونید استفاده بکنید. دومین نکته اینه که صحبت مشتری رو قطع نکنید. از بچگی کلا به ما یاد دادن که وسط حرف کسی پریدن کار درستی نیست و یه جورایی بیادبی حساب میشه. شما باید در مقابل مشتری شنونده خیلی خوبی هم باشید و اجازه بدی که حرفش رو کامل بزنه. اینطوری میتونید شناخت بیشتری از نیازهای اون آدم داشته باشید و خدمات بهتری رو ارائه بدید تا فروش بهتری هم داشته باشید. سومین نکته استفاده از اسم شخصه. شما وقتی به مشتری حس مهم بودن میدی، تمایل اونها رو برای خرید چندین برابر میکنی. صدا زدن اسم افراد یکی از مهمترین ابزارهایی هست که توی دنیا ازش استفاده میشه و طبق تحقیقات شیرینترین و دلپذیرترین اسمی که افراد دوست دارن بشنون و توجهشون رو 100% جلب میکنه اسم خودشونه. اگر اسم مشتری رو نمیدونید میتونید قبل از شروع مکالمه ازش بپرسید و اینجا فرصتی رو پیدا میکنید که بتونید خودتون رو بهش معرفی بکنید. اینطوری صمیمیت بیشتری بین شما و مشتریتون برقرار میشه و مشتری خیلی راحت تر از شما خرید میکنه. نکته چهارم همسانسازی با مخاطب. یکی از موارد مهم فن بیان در برخورد با مشتری همسانسازی با مشتریه. یعنی چی دوستان؟ یعنی اینکه شبیه اون آدم بشیم، به زبان بدن و ادبیاتی که داره استفاده میکنه خوب دقت کنید و در همون چارچوب باهاش صحبت کنید. اگر لحن مشتری با شما خیلی رسمی و جدیه، شما هم باید به همون شیوه باهاش صحبت کنید و اگر غیر رسمی و خودمونی صحبت کرد، شما هم میتونید باهاش راحت‌تر و صمیمی‌تر صحبت کنید. نکته خیلی مهم اینه که شما همیشه باید یک پله رسمی تر از مشتریتون باشید و از کلمات مؤدبانه استفاده کنید.
این روش باعث میشه که مشتری به صورت ناخودآگاه ارتباط صمیمی و حس اعتمادش نسبت به شما چندین برابر بشه که در نهایت منجر میشه به فروش بیشتر مجموعه شما. نکته پنجم اینه که ساده و قابل فهم صحبت کنید. یکی از مهمترین نکات فن بیان به نظر من همینی که میخوام الان راجبش صحبت کنم. موقع برخورد با مشتری حتما باید از ادبیاتی قابل فهم، شفاف، دقیق و ساده استفاده بکنید. سعی کنید لحن تهاجمی، خشک و یا دستوری نداشته باشید و به هیچ وجه اصطلاحات کوچه بازاری و زبون سوسکی موقع صحبت کردن با مشتری استفاده نکنید. این نکاتی که بهتون توضیح دادم شاید در یک نگاه ساده بود، ولی انقدر مهمی که میتونه روی فروش بیزینس شما تأثیر بی‌نظیری رو بذاره. همین الان اگه بخوای یک کلاس فن بیان شرکت کنین یه عالمه ازتون پول میگیرن و تهش همین نکاتی رو که من دارم توی این ویدیو به شما میگم همینا رو بهتون توضیح میدم. پس اگر میخوای توی کارت موفق باشی با دقت بشین، ویدیوهای من رو نگاه کن و نکته های مهم رو یادداشت کن که 2 روز دیگه به دردتون بخوره و بتونی باهاش مسیر زندگیت رو عوض کنی. دمتون گرم که تا اینجای ویدیو همراه من بودید. حتما از کانال ما حمایت کنید، ویدیو رو لایک کنید، برای دوستاتون ارسال کنید، کانال رو هم سابسکرایب کنید و زنگوله کنارش رو روشن کنید. حمایت شما خیلی میتونه به دیده شدن کانال من کمک کنه و باعث بشه که من با توان بیشتری بتونم ویدیوهای جذاب برای شما بسازم و اطلاعات کاربردی تری رو در اختیارتون قرار بدم. نظرات و پیشنهادات و انتقاداتتون هم حتما برام کامنت بکنید و هشتگ یادآوری هایی که در ذهن میماند هم به خاطر بسپارید. خیلی دوستتون دارم. مراقب خودتون باشید. تا ویدیوی بعدی، بدرود.